رفقا سلام، من شهابم و امروز با یه ویدیو دیگه در کنارتون هستم. تو این ویدیو قراره که یک چیزی رو بهتون نشون بدم که کمتر کسی از اون اطلاع داره و شما نمیتونید شبیهش رو پیدا کنید. حالا ماجرا چیه؟ یک کاری در کازینو هر روز انجام میشه، در حقیقت هر 24 ساعت انجام میشه که اسمش رو گذاشتن کالیبریشن. البته که من اسمش رو کالیبریشن نمیذارم به خاطر اینکه شبیه کالیبریشن نیست، یک بررسی توپ و بررسی گردونه رولت هستش. حالا این کار چجوری انجام میشه و چرا شما ازش اطلاع نداریم؟ به خاطر اینکه تو ساعت‌های خیلی خلوت کازینو این کار انجام میشه و اینکه چجوری انجام میشه. همراه من باشید ببینیم چجوری. خب رفقا، بیاین تاریخچه این ماجرا رو بررسی کنیم که اصلا چرا این کار انجام میشه. تو سال 2018 3 تا بازیکن میرن به شهر باتومی در کشور گرجستان و در 3 روز متوالی اینها همواره برنده از کازینو خارج میشن و کازینو براش جالب میشه که چه اتفاقی افتاده. بعد کلی بررسی کردن کازینو متوجه میشه که یک قطعات پلاستیکی ترانسپرنتی روی صفحه رولت چسبونده شده و وقتی توپ میخوره روی این پلاستیک ها دیگه بلند نمیشه بره روی عدد دیگه، همونجا در جا میشینه و اونها هم روی اون عددها بت کردن و هر وقت توپ میره اون سمتی میشینه روی اون عدد و قاعدتا اونها برنده میشن. اینکه چجوری اونها این کارو کردن، قطعا دلیلش اینه که اونها یک آدمی رو داخل کازینو داشتن که این اتفاق افتاده. در یک صورت دیگه هم این اتفاق انجام میشه در حال حاضر، اون هم در این حالته که وقتی که دیلر داره توپ رو روی صفحه میگردونه این توپ از توی کاسه خارج بشه و پرت شه بیرون. در این صورت هم قطعاً اون بخش توپش انجام میشه و توپ حتما چک میشه و بعد از اینکه چک شد مجدد به بازی برمیگرده. گفتم این تاریخچه از این داستان بهتون بگم که اصلا چرا این اتفاق افتاده و این نکته هم خیلی جالبه که بدونید که این کار فقط و صرفاً در کشور گرجستان انجام میشه. همراه من باشید. خب بچه بیایم ببینیم که چجوری این کار انجام میشه. آقای دیما پیتپاس عزیز ما امروز قراره که لطف کنه و این کار رو به ما نشون بدن. اول ببینین که ما اینجا یه دستگاهی داریم که این دستگاه وظیفه‌اش چک کردن توپه. کاری که انجام میشه توپ میره داخل این دستگاه و چک میشه که در حقیقت هیچ مگنت و هیچ فلزی درش نباشه. اوکی، من ازشون خواستم که یه تیکه آهن رو ببریم نزدیک این ببینیم که چه اتفاقی میفته. میبینین که دستگاه صدا میده چون آهن در حقیقت نزدیک شده. حالا ببینیم که توپ اگر که بره داخلش چه اتفاقی میفته. میبینین که توپ مشخصا هیچ فلزی درش نیستش. خب مرحله دوم اینجاست که اگه یادتون باشه گفتم که اون پلاستیکای ترانسپرنت چسبونده شده بود و حالا اینجا دونه دونه خونه ها نگاه کنین که چک میشه که توپ از روش بلند میشه. خب رفقا این هم بخش دیگه کاره که این تراز میاد روی صفحه قرار میگیره و نشون میده که یه حالت حالا مثلثی روی صفحه قرار میگیره و نشون میده که صفحه تراز هست. این هم مرحله آخر. رفقا این هم یه ویدئوی دیگه، یه موضوع دیگه از کازینو و یه موضوعی که تقریبا هیچ جایی نمیتونین در موردش اطلاعاتی پیدا کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه، همراه من باشید با ویدیوهای دیگه. به زودی سعی میکنم که ویدیوهای جدیدی براتون در حقیقت آماده کنم که شامل اون چیزایی باشه که شما میخواید. دمتون گرم. فعلا خداحافظ.